سلام برای بچه گلاب خوش اومدیم به ویدیو جدید دیگه دوستان. امروز قراره بریم یه ویدیو جیم خرج کردنی پیش رو داشته باشیم. دوستان امروز قراره بریم این انیمه اومده 3 تا انیمه، یه اسپین 10 تایی برامون بزنیم و یه اسپین 10 تایی برای شلوار برزیلیه بزنیم، ببینیم آقا شانس داریم نداریم، کانتمون سفید سیاه بهمون میده یا نه. بریم و اسپین بزنیم. دوستان قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنین. تازه کارم به حمایتتون نیاز دارم. دمتون گرم، عشق من این. بزن بریم سراغ ویدیو. خب دوستان بریم لایک رویال. خدایی یکیشو بده، من یعنی هیچی نمیخوام. دوستان اول برای کدوم اسپین بزنیم؟ وایسی بریم یه کاراکترامون اونا رو بزنیم، چون این دیگه شاید جیم نزنم یا اسپینا نزنم برای این دوتا گردونه. مثلا یه کاری کنیم بده دیگه. بریم یه کاراکتر درست حسابی موکو برداریم. نه این چیه؟ نیکیتا نه. کاراکتر اول بازی رو برداریم یا این سیاه رو برداریم مردا. بریم گانه استمونم بندازیم زمین، بریم که بگیریمش. فقط پتمون هم غیر فعال کنیم. من نداریم. چرا نشد؟ پت نمیخوام. پت نمیخوام. این پتو نمیخوام بردارم. کدوم باید میذارم؟ مگه این نیست؟ این یوسی چیه؟ اینو نمیخوام بردارم. خب حالا ولش، برمیداریم. خب بریم دوستان اسپین بزنیم. اول از گردونه برزیلی شروع میکنیم. ما اگه هر دوتا 10 اسپینه بزنیم، این چون تخفیف خورده 50% 125 میخواد، با این 179 تایی تقریبا میشه 125 179 304 میشه، 103 یا 304 میشه. در کل 3 یا 4 تا جیم اضافی مونه و ما برای این قبلا هم یه اسپینی زدیم، اسپین 10 تایی زدیم و بهمون نداده. خب بریم دوستان، بریم سراغ اسپین زدن. دوتا لاکی رویال بزنیم، دست نزنیم، خودش هرچی میخواد بده، فقط خدایی یه چیزی بده. با این نهایی برزیلی یا اون سه انیما یکشون بده دیگه دوستان. مثلا من فرقی نداره ولی خدایی بده. خب باید 2 دقیقه درخواست ندیم. ببینم وایسین دوستان اینو من غیر فعال کنم کسی نبینه که آنلاین هم یا نه. من در بیام. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدایی بده. یک شو بدی دمت گرم. بسم الله. دوتایی تکی نمیده. نمیده. خدایی یکیشو، فقط یکیشو نداد. آقا این برزیلیه نداد. بریم سراغ اون یکی. 3 تاشم چنان خوب نیه ولی اینا رو بخریم. 7 باکس از این بخریم. اینم که دارم 3 تاشو، 2 تا هم از این. خب بریم دوستان سراغ انیمه. آقا من سبزه رو دوست دارم، اینم بدک نی، ولی این ست زنونش اصلا نیستم، خوب نی، خوشم نیومد ازش. ولی دوستان اینجا نگاه کنیم، اینجا آقا یه دونه سبزه است، یه دونه زرده، یه دونه هم این که همین لباس نداره. خب سگ خوکه چیه؟ ولی اینجا آخه زرده نیست اینجا. آره خاطر همین. حالا ما بریم یه اسپین بزنیم. مثلا یکیشو بده حاجی، اینم بده دمش گرم. یکیشو بده، از این دوتا یکیشو بده. ببین الان من این دوتا رو لمس میکنم میاد اینو بده. بذار اینو لمس کنم میاد اینو بده. خب اینو آقا این دفعه تیکشو میخوام فعال کنیم. بسم الله. طلایی حاجی، طلایی، یه دونه طلایی. بابا اینو داد، اینو من میخوام چیکار؟ چرا وایساد؟ چیو داد؟ بنازم حاجی، گرفتیم یکشو.
بنازم دمش گرم ناموسن. آقا یه توصیه از طرف من به شما، این سایت سفیدترین سایت این بازی فری فایر. خب تو میتونی بهش اسپین بزنی، خدایش سایت خیلی خفنیه. و دوستان ماجرای این ست زرده رو بهتون بگم. ببینید شما 50 تا اسپین بزنین اینجا ست زرده رو بهتون میده. این بغل نگاه کنین اینجا. ما هم که اینو زدیم، این چیه نمیدونم چیه. آره ما هم که اون بغل اینو زدیم، به خاطر همین داد یک شد. اوه دمش گرم. واسه این کاراکتر رو برداریم، یه ست خفنم باش بزنیم. دمش گرم ناموسن دمش گرم. بریم باکسشو باز کنیم. بازم کردیم. اوه یاجی بنازم 3 تا نگاه ناموسن بازش کردیم. عالی، حرف نداره ستش. بده کاملشو بپیشیم بریم یه ترینینگ تستش کنیم. ستشو نگاه کنیم. اصلا یه سوال پلی میده این سته. خدایی دمش گرم. سبزرم میداد عالی میشد. یعنی دوتاشو با هم باچه بعضی ها شانسی دارن میان یه اسپی میزنن هر ستاش هم میده. دوستان ما یه لحظه رفتیم اومدیم. کارینا دمش گرم ناموسن. یه دیزرت هردیم یه UMP چیزی لازمی بریم یه پلی بدیم. خدایی 3 تا نگاه عجب 3 تا خفنیه. وای حاجی گوشیمون لگ داره. شرمنده ناموسن اگه ویدیو اگه لگ داره شرمنده. گوشیم لگ داره یکم. کداش آی نخورد. آی بازم نخور رو بگیریم که بکنیم. بسن 3 تا خفنی. شما ایشالا بگیریمش. 3 تا خداست. 3 تاش خداست. عالی. اصلا ببین از همه چی بهتر میدونه کدومشه؟ این بدنشه. باشه این خالی میکنی. دوستان دیگه لک بریم. خب از اینجا بریم بیرون. یه ست خوشگل هم بزنیم ترکیبی. اینو برداریم. آره میاد بهش میاد. خوبه. کجاره؟ آره خاجی خوبه بهش میاد. ست خیلی خوبه. ستش خیلی ماسیش هم بزنیم. خب دوستان ما راستی به جست اینم ماس کردیم. اسکیتشو نگاه. اسکیتشو نگاه اصلا چه خفن. ها این باکس هم بمونه. یه روز ویدیوشو میذارم باکس هم براتون باز میکنم. دوستان ممنونم که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. دمتون گرم. ممنون میشم با لایک و کامنت و سابسکرایب ازم حمایت کنین. دوستان حتما ساب کنین چنلمون رو بریم بالا. کامنت هم که اصلا هرچی دلتون خواست بذارین. نظری تقلیدی از ویدیوها اینا هرچی خواستین بذارین. دمتون گرم. عشق من این دوستان ایشالا شما هم بگیرین. ستا رو هر 3 تاش هم بگیرین با یه 10 اسپینر. و آره دوستان خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.